در آیینی کهن در میان یهودیان باستان هر سال در روز 10 ماه هفتم 2 بز به حضور کاهن اعظم آورده می شد. قرعه تعیین می کرد که یکی برای خداوند و دیگری برای عزازیل. بز نخست قربانی می شد، اما بز دوم سرنوشتی عجیب داشت. کاهن اعظم دستان خود را بر سر او می گذاشت و تمام گناهان مردم را بر او منتقل می کرد. سپس او را به بیابان می فرستادند، رها، تنها و حامل همه پلیدی ها. این بز که بز گناهبر نام داشت، نمادی بود از انتقال خطاها به موجودی دیگر. اما عزازیل که بود؟ در متون کهن او به عنوان شیطانی از مرتبه دوم معرفی شده، بدین معنا که با لوسیفر متفاوت است اما در همکاری کامل با اوست. و در نوشته‌های جان میلتون پرچمدار اصلی سپاه دوزخ است، نامی که حتی در آیین‌های جادویی نیز به کار می‌رفته است. و اما پرسش اصلی: وقتی گناهان به بیابان فرستاده می‌شدند، آیا واقعاً از بین می‌رفتند یا فقط به قلمروی ناشناخته منتقل می‌شدند؟